چی میشد اگه تو دنیا عدد 2 وجود نداشت؟ فکر کن صبح شده از خواب بیدار شدی چشتو میای وا کنی ببین یه چشم داری، شاید هم 3 تا داشته باشی. نه دیگه 4 تا دیگه واقعا منطقی نیست. سطح شهر به شکل باور نکردنی عجیب بود. دیگه ساختمونا طبقه 2 نداشتن، خیابونا دیگه 2 طرفه نبود 3 طرفه بود، ماشینا دیگه همه لیموزین استایل بودن، 3 تا چرخ، 3 تا پنجره، حتی چراغای عقب هم دیگه 2 تا نبود. دوچرخه سواری کمی سخت‌تر شده بود چون همه دیگه یه چرخه داشتن، دیگه خبری از دوچرخه نبود و حفظ تعادل یه چرخه خیلی کار سختیه. وقتی میری رستوران ساندویچ‌ها این شکلی هن. نه اینکه فکر کنی کم فروشی دارن میکنن و نه اصلا 2 تا نون دیگه معنی نداره. اگر هم خیلی پول بدی ساندویچ فضایی بهت میدن که البته یکم خوردنش سخت. شرمنده میز 2 نفره نداریم، یا باید 3 نفره باشی یا تک نفره. اگرم که خب تعدادت بیشتره که خوش اومدید رستوران بغلی. قاشق چنگال هم که خب میدونی چرا نیست دیگه، عوضش یه چیز باحال‌تر داریم اسمش قاشقاله که خب آدمای یه دستی هم بتونن راحت غذا بخورن. خیلی از ورزش‌ها هم کلاً تغییر می‌کردن، مثلا زمین فوتبالا 3 دروازه‌ای می‌شدن، تو هر بازی 3 تا تیم با هم بازی می‌کردن و خب بازیکن‌های بیچاره همیشه توی دوراهی بودن که به کدوم دروازه حمله بکنن. جدا از این که پلاک 2 وجود نداشت و همیشه اون وسط رو با یه پارکی چیزی ماسمالی می‌کردن، دکمه‌های آسانسور هم اونقدر ساده نبود. طبقه 2 که نداشتیم، نمیدونم کدوم بیشوری اون وسط آدامس چسبونده، اما طبقه 12 هم میشد 13 منهای 1 و اگه گفتی چرا طبقه 11 اینجوریه؟ حالا که بحث ریاضی شد، از ابتدای جهان ریاضیات یه سوال حل نشدنی مطرح بوده که به نظر خیلی ساده هم میومده ولی هنوز هیچ کس نتونسته حلش کنه. اونم اینه که 3 منهای 1 میشه چند؟